روش بعدی ما روش حل معادله به روش مربع کامله. یه چیزی همین الان بهت بگم، همه این روش ها رو میشه یه جا کامپکت به وسیله دلتا یا فرمول کلی حل کرد، ولی توی امتحان تشریحی ازتون میخوان که مثلا به روش مربع کامل حل کنید. این همه چرت و پرت داره، ولی دلتا میزنی و راحت سوال رو حل میکنی. بذار با یه مثال برات شروع کنم. مثال 2x2 به اضافه 5x به اضافه 3 برابر با 0. میگه این روش معادله رو به روش مربع کامل حل کن. توی حل معادله به روش کامل ما باید چک بکنیم که این معادله درجه دو در اصل به این صورت بوده، درسته؟ به فرم کلی این بوده. میگیم که ضریب x2 که همون آه غیر از یک باشه، اگه غیر از یک باشه باید تقسیم معادله، یعنی طرفین معادله رو به اون عدده باید تقسیم کنی. پس اینجا ضریب x2 نباید چیزی جز یک باشه، باید حتما یک باشه تا بتونی معادله رو به روش مربع کامل حل کنی. پس اینجا کل طرفین معادله رو یه تقسیم بر 2 میزنم، میشه x2 به اضافه 5 دوم x به اضافه 3 دوم برابر با 3. این مرحله اول. مرحله بعدی کار اینه که این 3 دومه رو میبرم اینوری، درسته؟ خب میشه منفی 3 دوم. پس میشه x2 به اضافه 5 دوم x برابر با منفی 3 دوم، درسته؟ حالا تو مرحله بعد باید چیکار کنم؟ این معادلمون این ضریب x رو خب چیکار میکنیم؟ تقسیم بر 2 میکنیم و به توان 2 میرسونیم. یعنی چی؟ یعنی 5 دوم تقسیم بر 2 به توان 2 میرسونیم، درسته؟ پس این حاصلش میشه چی؟ 5 چهارم به توان 2 که حاصلش میشه 25 16. این عبارت رو به دو طرف معادله اضافه میکنیم. پس داریم x2 به اضافه 5 دوم x به اضافه 25 16 برابر است با 25 16 منهای 3 دوم. در انتها این میشه چی؟ یک مربع کامل اتحاد مربع که میشه x به اضافه 5 چهارم به توان 2. اونم اگه حاصل و جمع و تفریقش رو انجام بدیم میشه 1 چهارم و ریشش رو بگیریم دیگه.